پادژ دو یا رادیتلنی پادژ. به این پادژ حالت مضاف و مضاف الیه یا حالت اضافه ملکی گفته میشه. کاربرد اول این پادژ زمانی هست که دو تا اسم پشت سر هم قرار میگیرن، یعنی همون حالت مضاف و مضاف الیه. توی این شرایط اسم دوم وارد پادژ دو میشه. برای مثال عبارت کتاب محسن، دو تا اسم به هم چسبیدن. اسم دوم که میشه کلمه محسن باید وارد پادژ دو بشه. با کمک جدول پادژ دو میتونیم این کار رو انجام بدیم. توی حالت مذکر برای حروفی که به بی صدا ختم میشن یه دونه حرف آ اضافه میشه، مثل همین عبارت کتاب محسن میشه کینیگا محسنا، آ اضافه شد. اگه ای کوتاه یا ای کراتکوه در انتهای کلمه داشته باشیم مثل موزه، تبدیل به یا میشه. عبارت بلیت موزه میشه بیلیت موزه یا. و در صورتی که علامت نرم کننده یا میخکیزناک انتهای کلمه باشه، اون علامت به حرف یا تبدیل میشه. مثلا عبارت میز معلم میشه ستول اوچیتلا. در اسم‌های مؤنث حرف آ به ای و یا و نرم کننده به ای تبدیل میشن. برای اسم‌های خنثی هم حرف او به آ تبدیل میشه و حروف ی و یو به یا تبدیل میشن. کاربرد بعدی پادژ دو وقتیه که یه سری حروف اضافه میخوایم استفاده کنیم، مثل از، نیست، برای، پس از، به جای. کلمه‌ای که بعد از این حروف اضافه استفاده میشه وارد پادژ دو میشه. برای مثال یا ایز ایرانا، من از ایران هستم یا من اهل ایران هستم. کلمه ایران وارد پادژ دو شد، تبدیل شد به ایرانا. بعضی از حروف اضافه مهمی که بعد از اونها پادژ دو میاد اینها هستند: ایز به معنای از یا اهل، نیت نیست، دیلیا برای، پسل پس از، اوت از، دو تا، رومیستا به جای، بیز بدون، او پیش نزدیک، اوکالا حوالی حدود، پس از اعداد 2 3 و 4، کرومه به جز. ضمیرهای شخصی توی پادژ دو به این صورت تغییر میکنن. یا تبدیل میشه به مینیا، تی تیبیا، اون نیوو، آنا نیو، می ناس، وی واس، آنی نیخ. برای مثال جمله من پس از تو هستم میشه یا پسل تیبیا. کلمات پرسشی کتو و شتو توی پادژ دو تبدیل میشن به کاو و چیوو. حرف اضافه او اگه توی قالب خاصی قرار بگیره معنی داشتن میده. برای مثال میخوایم بگیم من یک مداد دارم. باید از حرف اضافه او استفاده کنیم، بعد از اون ضمیر من رو وارد پادژ دو بکنیم، بعد از اون فعل یست و کلمه‌ای که میخوایم بگیم اون رو داریم. اومینیا یست کارانداش، اوتیبیا یست کارانداش، تو مداد داری. او نیوو یست کارانداش، او مداد دارد. میتونیم به جای ضمیر هم اسم استفاده کنیم. او آنتونا یست کارانداش. آنتون وارد پادژ دو شد چون بعد از حرف اضافه او اومده و کلمه کارانداش توی پادژ یک خواهد بود. اگه هم بخوام بگم من مداد ندارم، به جای یست
کلمه نیت رو استفاده میکنیم و چون بعد از نیت اسم وارد پادیژ دو میشه ما هم اسممون رو وارد پادیژ دو میکنیم. اومینیا نیت کارانداشا، من مداد ندارم. او ویکتورا نیت روچکی، ویکتور خودکار ندارد. هم کلمه ویکتور هم روچکا وارد پادیژ دو شدن. ویکتور به خاطر اینکه بعد از او اومده و روچکا به خاطر اینکه بعد از نیت اومده.